سلام دوستان گلم، به کانال خودتون خوش اومدین. امروز میخوام یک مربای بسیار خوشمزه رو با پوست هندوانه براتون درست کنم، ولی رازی در این هست که باید حتما بدونید که مربای خوبی به دست بیاد. اول شکر و آب رو روی حرارت میگذاریم تا به صورت نیمه غلیظ در بیاد. مقدار مواد لازم رو هم در کپشن نوشتم. سپس پوست هندوانه را از قسمت سفید اون جدا میکنیم. ما برای درست کردن این مربا به قسمت سفید احتیاج داریم. قسمت قرمز رو هم جدا میکنیم. اون رو خرد میکنم و میریزم داخل شهد. زمان زیادی نمیبره برای پخت اون، ولی چون داخل شهد میریزین دیگه وا نمیره. میتونین از طعم دهنده هایی مثل زعفران و وانیل هم برای پخت مربا استفاده کنین. من از زعفران استفاده کردم که رنگ مربامو تغییر بده و این پوسته های هندوانه خیلی ترد و خوشمزه و خوشرنگ میشه. عزیزان، اگر از این طرز پخت خوشتون اومد حتما لایک، کامنت و سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین.